دادستان کولاب میگوید بعد امر این نهاد مشکلی در پرداخت مزد کاری کوچروپای شهر حل شد. در نامه رسمی دادستانی که روز 12 انور به دست رادیو آزادی رسید آمده است که رهبریت کارخانه نیهال پروری و کبودیزارکنی در کولاب تقریبا 140,000 سامانی مزد کاری نپرداخته کارمندانش را داد و یک قسم دیگرش را به زودی میپردازد. در نامه گفته می شود دادستانی مسئله نپرداختن معاش کوچروبان را محیط کبر بررسی کرد و به رهبریت کارخانه دستور داد که 189,000 سامانی مزد کاری کارمندانش را بپردازد. یکی از کوچروبان شهر گفت در واقع بعد انعکاس مشکل قرضداری معاش در رادیو آزادی مزد کاری آنها را پرداختند. شما خرید معاش 3 ماه هم بعد از گرفتیم این دستگیر دیگه معاش 4 ماه را پوک میگیریم ما یکم چی نداریم من این کارمون با چشی پیسنه رو خیلی سکرشن کرد با دوم با همونا کار کرده شدیم هیچ اشکالی هم نداریم. روز 11 دکبر سال گذشته حدود 30 تن از کارگران اداره نیهال پروری و کبودیزارکنی در کولاب با طلب معاش 5 ماهه خود در نزد دادستانی و حکومت شهر جمع آمده گفتند که اگر مقامات به دادشان نرسند آنها به نهادهای بالایی مراجعه میکنند. کوچروبان میگفتند طی چند ماه از مغازه‌های نزدیک خانه‌شان با قرض مواد غذایی گرفته روز میگذراندند. پول کارخانه نیهال پروری و کبودیزارکنی از بودجه شهر کولاب جدا می شود. معاش میانه کارگران این اداره در یک ماه 365 سامانی بوده. آنها بیشتر به نگاه و بین گل و بوته ها و تازه کردن باغ و اطراف شهر مشغولند.